مسجد آقا بزرگ کاشان. داستان از اواسط قرن 13 هجری آغاز می شود. حاج محمد تقی خانبان نیکوکاری بزرگ این شاهکار را برای دامادش ملا محمد مهدی نراقی ملقب به آقا بزرگ بنا کرد. جایی برای نماز جماعت، درس‌های فقه و بحث‌های عالمانه. راز اصلی بنا سازگاری هوشمندانه با اقلیم کایری است. حیات را به صورت گودال باغچه، یعنی پایین‌تر از سطح زمین حفر کردند تا خنکی خاک را به دام بیاندازد. صحن مرکزی بالا و حیات تحتانی با حوض و باغچه فضایی دلانگیز و تراوت بخش ساختند. وقتی وارد می‌شوید، گنبدخانه عظیم بر روی 8 ستون غول‌پیکر خودنمایی می‌کند. طرحی نادر که هوای خنک را مثل کولر طبیعی در تابستان داغ کاشان به گردش در می‌آورد. ارتفاع تا سقف حدود 21 متر است. 2 بادگیر بلند در ورودی هوای خشک بیرون را به نسیم خنک تبدیل می‌کنند. هشتی ورودی، رواق‌ها، حجره‌های طلاب و انبارها همه در کنار هم قرار گرفته‌اند. کاشیکاری 7 رنگ بی‌نظیر سردر ورودی با طرح‌های گلفرنگ، گچ‌بری‌های ظریف، مقرنس‌کاری‌های دلربا، مناره‌های سر به فلک کشیده، گنبد آجری بزرگ و درهای چوبی نفیس با 6666 میخ که حتی موریانه هم از آنها گریزان بوده. این بنا نمادی از اوج معماری قاجاری است که از شکوه مدارس صفوی الهام گرفته. اگر به تاریخ و جاذبه‌های کاشان علاقه‌مند هستید، صفحه ما را دنبال کنید.